آفرین 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 به شما و آقای خواجه امیری عزیز که احسان عزیز عالی خوندن. ملودی خوب باشه، خواننده خوب بخونه ها، شعر زیاد به چشم نمیاد. شکست نفس نکن، شیطنت هم نکن. شیطان. آقا 4 توصیه واسه اینکه آدم خواننده خوبی بشه. همینجوری 4 توصیه واسه اینکه آدم خواننده خوبی بشه. توصیه اول که آقای زندگانی خب از خانواده هنرمند خودشون میدونن. ببخشید شما پدرتون آقای ایرج نیست. قربونتون برم که هر هست. من سلام میکنم به استاد ایرج حسین خواجه امیری عزیز، بزرگوار عرصه آواز که واقعا جاشون خالیه. یه دفعه من در رادیو یه مصاحبه 2 نفره احسان بود پدرشون میگیم ایرج به خاطر که اینجوری مصاحبه بین مردم و جناب ایرج بودن. امین چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ عالی عالی عالی. ما نه اینکه میگم شما چندان آشنایی نداری چیزی نمیگی، یه خوشکس نفسی نکنید دیگه. پدر شما استاده، شما در جریان هستین که. بله میگفتید اول فکر میکنم بعد به قول معروف مایش باشه تو آدم، یعنی وجودش داشته باشه. نه وجودش داشته باشه. الان اینجوری شده مایش بعد باشه. اون چهارمیش بود. بعد فکر میکنم بیشتر از هر چیز تمرین. یه چیزایی هستش که میگم هر کسی مثلا نمیتونه. من واقعا همیشه گفتم فرزاد حسنی یه نابغه است. من یه جایی بودم یکی از مدیران، یعنی حالا اسم نمیارم ولی فرزادم بود، گفت فرزاد حسنی برای اصلا رسانه ساخت. یعنی نابغه‌ایه، یعنی هیچ کی دیگه نمیتونه، یعنی خودش بخواد بشه من فردا میخوام بشم یه مجری توانا نمیتونم. یه روزگاری بازیگری می‌کردی. یه روزگاری بازیگری می‌کردی. بازیگریت هم واقعا شما لطف دارید. عالیه. احسان جون ما کلا چون صداتو دوست داریم و با این سن که واقعا سنی نیست، یعنی الان به سن من و امین برسی متوجه میشی که از 30 سال گذشت اتفاقایی میفته. نه به خدا این پختگی در صدا و این جاودانگی، این ترانه‌هایی که هنوز زمزمه میشه و مردم دوستش دارن و بعدم اون غمی که حتی موقعی که داری یه چیز شاد میخونی یا یه جاهایی میزنه بیرون معلومه که زخم داری. رضا صادقی میگفت که آدم باید صداش زخم داشته باشه. هر چقدر تعداد این زخم‌ها ناصر طهماسب بهم میگفت، استاد ناصر طهماسب میگفت میبینی یکی حرف میزنه حرفش به دلت میشینه مال زخم زیاد داشتنه. دیدی وقتی میگه همینه صدای گرم، این صدا زخم داره، یه چیزایی تجربه کرده نمیسازه. آره از اون دلش در. آره میخوام اینو امین از احسان بپرسم که چه جوری احسان به این مرحله رسیدی که تو این سن کم که امسال 23 سالت میشه تونستی این زخما رو پیدا بکنی؟ شما لطف دارید. نه به خدا دارم جدی میگم. نه هندونه و اینا میکشم. نه به خدا. من خب از 5 سالگی ویولون میزدم. بعد کار موسیقی رو اول با آهنگسازی شروع کردم، آهنگسازی فیلم، موسیقی متن. بعد کم کم حالا به شوخی وارد کار ترانه خوندن و خوانندگی شدیم، ولی از کوچیکی من ردیفا رو پیش پدرم کار کرده بودم. باریکلا. اولین آلبومی هم که خوندم وارد بازار شد 16 سالم بود. باریکلا. من و بابا. بله من و بابا بود که 16 سالگی خوندی؟ بله. دست نخورد، تکون نخوردم زیاد. بعد چی داشتم میگفتم یادم رفت. 4 تا رو داشتین معرفی می‌کردید. نه 4 تا تموم شد. همین 3 پی 4م تأخیر باز دیگه دیگه. 3 تا دیگه‌اش پول. نه میگم این پختگی رو می‌خواستم ببینم کجا رسیده و کجا رسیده. خیلی خوبه. یکی از تصنیف‌های من و بابام چون اونجا بیشتر رفته بود به سمت استفاده از تصنیف‌های قدیمی. حتی کسایی که مثلا تصنیف میگفتن کسایی بودن که مثلا واسه بابا تصنیف میگفته بودن یا خواننده‌های قدیمی‌تر. بیشتر قدمایی بودش. یکی از اون تصنیف‌ها خاطرت هست تیکش واسه ما الان بخونی. این موسیقی رو میگیری؟ قربونتون برم. چقدر امشب همه با ما هماهنگن. برنامه در خدمتتون. یه تیکر اونجا من خود بی تجربه بودم. خب نه یه تجربه اونجا خوب تصدیق نه. ببین بی تجربه درسته. تو سبک کارتو عوض کردی اصلا. تو برای اولین بار تو آلبوم قشنگ عوض شده مشخصه. کلا جدید خیلی عوض شده. این یکی جدیدم که میدونم کار واقعا شگفتی شده. دوست دارم یکی از اون تصنیفایی که اونجا قدرت بده تصنیف خون خوبی هم هستی. من آواز ده. آره. یه تیکشو دوست دارم. حتما از اون تصنیف بود اگه آوازم باشه چه بهتر. من یه آواز خونده بودم شعر حضرت حافظ رو خونده بودم. به الانم نمیچسبه همین. به خدا. قرار نبود من زنده. قرار نبود. چون امروزم 2-3 ساعت خوندم میخواد. تو صدات قشنگه. هر خدمت میشینه. حالا میخوای؟ نه بخونی. از من جدا مشو، از من جدا مشو، که تو هم نور دیده ای
آرام جانا آرام جانا مونس قلب رمیده ای. من که تازه شروع شده بود، کاشی برنامه رو 3 ساعت اضافه می‌کردیم، 3 ساعتشو با احسان می‌رفتیم. آقا خیلی شب قشنگیه. ما استارت زدیم، الان حدود 20 دقیقه اسمو شروع کردیم. ما تا الان که ساعت 23 و 25 دقیقه است. چرا ساعت خودم نگاه نمی‌کنم. خیلی شروع خوبی بوده. حضور تو، حضور امین زندگانی که هر کدوم با خودشون یک بار خانوادگی، یک خانواده فرهنگی رو هم داخل برنامه کردن و نشون دادن که عزت فرهنگ و فرهنگی بودن فرزندها هم سرایت میکنه. هرچند امکان داره فرزندها مسیرهای دیگری رو انتخاب بکنن، اما باز نهمت و نهایت همون سعادتی است که امکان داره در خود هنر وجود داشته باشه. اون چیزی که همیشه منظور نظر و مقصد نظر ما بوده. ایشالله که امسال واسه هر دو بزرگوار آرزو میکنم سال خوبی باشه، خاصه از لحاظ روحی و عاطفی. احسان خاصه لحاظ روحی عاطفی، چون اگه هنرمند روحش سالم باشه کارایی هم که میکنه به دل میشینه و امیدوارم که در پناه حق سلامت باشین. تن سالم همه چی بهتره، پول خودش میاد. مثلا اس ام اس کرده بودم فرستاده بودن ان شاء الله سال پرپوری داشته باشه. ایلیا منفرد به خدا، ایلیا منفرد که میشناسی. آره من امشب چند تا اس ام اس میخوام آبرو ببرم. امشب اس ام اس که به من رسیده و هنرمندا بازیگر فرستادن، خب علی کنداکتور امشب دست منو، من میخوام این اس ام اس رو بخونم. خب چند تاش هست خیلی جالبه. بزرگان و دوستان، حالا امین که ما رو قابل نمید، مازیار اصلی، ایلیا منفرد واسم فرستاده بود که سلام، امیدوارم که سال 86 سالی باشد غیر از این که تا حالا داشتی و از خدا سلامتی، آبرو، دل خوش و پول واسط آرزو میکنم. من نمیدونم چرا اینقدر. آخه ایلیا جون تو چرا؟ قربونتون برم، خیلی امشب خوش گذشت. سر سفره حفظی یاد من باشه. حتما. احسان تو هم همینطور. بابا اینا رو خیلی سلام برسون. خیلی ممنونم. به کرات امشب این کارو پخش خواهیم کرد. بعد من تو واسه کار مشترک خوب بماند، واسه زمانی که وقت باشه و اینطوری هم فورس ماژوری و زوری و هولهولکی نباشه که بیا اینجا گله هم بکنی. اما کار خوب انجام دادی. دوست دارم یه آرزوی خوشگل بکنی واسه همه مردم ایران، نگات بکنن که فکر کنم بگن احسان واسه ما چه آرزویی کرد. یه دوربین خوشگل ببندید. آها همینه یک چیز خاصی نمیخوام بگم. امیدوارم که هرچی آرزوی خوب امسال به مردم عزیزمون هرچی آرزو دارن برآورده شه و سالی باشه برای مملکت عزیزمون و برای همه مردمشون پر رونق، پر روزی و از سال پیش بهتر باشه. هرچی آرزوی خوبه مال همه، هرچی که خاطره دارن مال دشمنا. قربونتون برم احسان جان، خیلی لطف کردی. امین جان خیلی متشکرم. میدونم که سفره حبسین خونتون نبضش میتپه که بپیوندی. ازدواج نکردی یعنی که؟ هنوز نه، ولی در شرفم. تو رو که الله ان هر وقت خدا قسمت نه. یعنی الان نامزدینه شده؟ عقد کرده این؟ نه نامزد کردی؟ نه نامزد کردیم. آیا قابلیت به هم خوردن داره؟ نه زیاد. یعنی امیدی دیگه؟ نه. اینطور رفتی؟ امین جان با من امین جان کار مشترک هفتم میریم اصفهان. خب دیگه دست رفتی. خیلی به تبریک میگم احسان جون. و بچه‌ها دیگه دومادم داریم امشب دیگه. گفتم کت دومادی پوشیدیم، حالا اینه دیگه. قربون دارم احسان، ممنون. امین ممنون. سال خیلی خوبی واسهتون آرزو میکنم. ان شاء الله رفاقتمون با هم بیشتر شه. آقا من یه چیزی گفتم، مردم این همه ما رو دوست دارن. حالا خود بنده رو قلم بگیرید. یک کاری بکنیم خودمون رو زیاد دوست داشته باشیم. قربونت برم، رو تو میبوسم. تا همینطور احسان چون خانواده خیلی سلام برسون. ناز نفست ان شاء الله همیشه این نفس حق باشه. وقتی میخونی آدم توش بتونه ماورا ببینه. همینطورم هستش. هنوز ما رو نگاه میکنید حتی اگه این دو عزیز نباشن. ها؟ آره، مشتبه.